تلاوت زنها را مردها بشنوند چه حکم دارد؟ اجازه نیست. به خاطر که در وقت تلاوت معمولا زنها رقیق و با خوش آوازی قرائت میکنند. در زنها سلام دادن به زن اجنبی، دختر جوان، زن جوان در حالی که محرمیت با تو ندارد سلام دادن ناجایز، به خاطر که از این فتنه به وجود میاد. از این سلام است که بعدش میشه کلام. والا سلام دادن به زنها یعنی جایز نیست، شنیدن صدای تلاوت زن جایز نیست، حرامه. زن نمیتونه کار کنه، زن نمیتونه اصلا مدرسه بره، زن نمیتونه درس بخونه. خب زنها چی کار باید بکنه؟ اینا یعنی چی اصلا ایجاد هیچ کار نداره؟ خب یک دفعه اصلا کلن باید که اسم زن کلن از جامعه حذف کنید دیگه. یعنی که همه چیز از روی زنها گرفتین دیگه. جایی که مثلا تشویق کنی زنها رو، جایی که مثلا باید درس بخونی، جایی که کار کنی، از این کار بکنید همه چیز من میکنید که ای کار نکنید، ای کار نکنید. خب بنده خود چی گناه کرده؟ خب اونم بنده خدا، اونم خدا آفریده. حالا چه فرق بین زن و مرد است؟ ولی مثلا یک جای ما خرید، خب کارمندان اون محل یا اون فروشگاه یا جای زن باشه و به دست سلام کنه، تو اصلا جواب نه، سخت پایین بری. خب این که نمیشه رقم یک شو که سنگ بند نمیشه دیگه.